بیا آخر حسن، زودتر بیا حسن، بیا خانه دوستت را ماتم سرا میکنیم. خدایا تو مرا آفریدی و تو نیست شو نگویی هیچگاه نیست نخواهم شد. اما در این روز وزنین به من قوت ده خدایا. مرا بغیر از خودت به دستی کسی نده. این آرامی تو مرا میترساند فرهاد. یگان چیز بگو، چی اندیشه میکنی؟ تو اینجا بوده است گل. نفهمیدم چی تو اینجا بوده است؟ این کار باید باز ایستد. کسی باید کلیش رو باز دارد. اگر خونی کسی ریختنی باشد پس آن خونی من باید باشد. یا بسم الله. کاری به خودت زیبنده را کردی کلیچ. به مانند بیناموسان از قفا حمله کردی. گذار سلاحت را حسن. پیشتر آنهایی را که بین احمقی و جسارت مانده‌اند قهرمان گوییم هم می‌شود. تو هم یک قهرمان احمق هستی. عاقبت این کارت را خواهی دید. بله طوفان الکین سراغه خونش لازم. یک چیز را باید رسانیم. سراغش خطا شده است. خوب می نویسم. یک لحظه می نویسم. تشکر زیاد. طوفان در اینجا نیست میخیل نه؟ او را دستگیر کرده نتوانستی. وگرنه مثل صالح کرد، مثل سرحد اویگر او را نیز قتل میکردی ها؟ خیر حسن جان، این کارها با کسی از روی نیت و کسی از روی قسمت تو این را نمیدانی. با جای طوفان اکنون تو را به نزد آنها میفرستم. دیگر علاجی نیست. تو هم آهسته آهسته با عذاب می روی. تاکسی بلا زند. ایستا میرم. تو چی گفتن میخوای فرهاد؟ گپ زن. یگان چیز بگو آخر چرا فکر میکنی؟ یگید بودم به دلم زد گل. یگید سالها سایه کلیش بود. درست قاتلی نکرد ولی به قاتلان مانع نشد. نتوانست. اکنون یگید نیست. من هستم. فرهاد هست.
بگذار پس از سالها کسی مرا یاد نکند، ولی من همچون فرهاد امروز به این کار خاتمه میبخشم. اما حسن جان، به جای آن که خواب رفته به راحت بمیری چرا میخیزی؟ مثل گرسنگان راست مردن میخواهی؟ خوب، من هم تو را راستا به قتل میرسانم. کیبر چنان چشمانت را گرفته از قلیچ، چنان شدی که با چشمی کور شده حقیقت را دیدن نمیتوانی. اما با آسانی نمی شود، خم کنی قط نمی شود. اگر کندنی شوی ریشه‌اش را چقرتر جایگیر می کند و با سری بلند و پیشاد می براید. باران خیلیش، باران، چه خیل که جلدت سکین را پراندی، چه خیل که برای مواد مخدر ثروت خوش جان را کشتی. مرا نیست پاران. تو اینها را از کجا میدانی لعنتی؟ تو تنها آنها را نکشتی. جکجا یا گندای ارجان تشکیران نعیم افسرانی که شهید کردی به مانند قربانی فروخته شده، به مانند احمد کرگل، مرا پران کلیچ، به مانند حمزه گونیال که سالها پیش قتل کردی. مرا نیز پران. حمزه گونیال حمزه گونیال بمیر. زودتر باش برادر، زودتر ران از برای خدا زودتر ران. یا بسم الله. فرهاد انتظار شو. حقت رو حلال کن. تو هم گل، تو هم. بغیر از تو دیگر اله نیست خدایا. مرا به نزدت با رازیگی خود قبول نما. حسن، تا حال چرا جان میکنی؟ انسان بر این بمیر انسانوار. باز چرا انتظاری؟ شکلی اندامت را دیدن میخواهم قلیچ. خوب،
پس به چشمانم خوب نگاه کن، چون که آدمانی را که پیش از تو کشتم به چشمانم نگاه کرده جان دادند و میدانی در چشمانم چی را دیدند؟ جهنم را. من در چشم تو تنها و تنها رزیلی را دیدم. خلج. پس به تو راهی سفید، حسنی گرگ. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. چرا این کار را کردی یگید؟ جناب حسن خوب هستید؟ خوبم پسرم، خوبم. تو از پس کارت شو. من به تو سوال دادم، چرا این کار را کردی؟ یگید نیست. فرهاد هست. تو چی سفسطه میگویی؟ عقلت را خورده ای مگر؟ یگید مرد کلیج دهم. من هستم. فرهاد هست. فرهاد گونیال. پدرش حمزه، مادرش شیرین. فرهاد گونیال. اجازت نمیدهد. کی؟ به چی اجازت نمیدهد؟ با اویله دار شدنمون. بیاز به من نگاه کن، به چشمانم نگاه کن. سالها من باریگران دهن را بردوش داشتم، در زیر آن پایمال غرق شدم. هرگاه که خود را بروی آب برآوردنی شدم، انسانگریم را از دست دادم. تو مرا به خود آوردی، تمامی دانسته هایم را فراموش کناندی، به مردنم مانع شدی، از دستم گرفته برداشتی. برای همین هیچگاه راه نمیدهم که این را از دست من بگیرد. من از دست دادن نمیخواهم، نه پدرم و نه دیگر کس نخواهد گرفت. از برای کسی تو را از دست نمیدهم. اینها هم حقیقت است. سخنهای راست میگویی سوش. البته حقیقت است. من به تو چیزی گویم نه از زبان، از اینجا میگویم. بیاز گوش کن، در روزهای نزدیک به تو نسب دهن را میدهم، اما من باور میکنم که هر دو یک جای این نسب را پایدار میکنیم. به فرزندانمان و نبیرگانمان نسبی میگذاریم که با غرور قبول کنند. باوری دارم، به تو وعده میدهم. تو اگر از من دست نکشی، تمام دنیا به من فشار آورد هم من از تو دست نمیکشم. آقای سواش، کرسی کم بوده است. باید از خواهخانه پایان بیاریم. فهمو، تو از پس کار شو، حل میکنم. خوب شده است.
اپا چی شد؟ چرا غمگینی؟ طریق به خود یگان کاری دیگر پیدا کن. چی؟ مرا میرانید؟ این دائما فکر اون بدبخت است. برای چی؟ زیبا هستم، با مهارت هستم، سری تجارت را میدانم. نه طریق، کسی تو رو نرانده است. گذر بشین. میشینم. بلای این ساختمانی ما از شهرداری جوابی رد آمده است. اصلا همش درست بود. برای چی رد کردند؟ نمیفهمم. این خیل باشد برای چی رد میکنند؟ تگی کاسه نیم کاسه است. انیق کاری دهنها است. ایس مشکلی زیاد داشت. مشغول شدن نتوانست. اگر مشغول شود هم ما با آنها برابر شدن نمیتوانیم. اپا من برای کدام روز هستم؟ من این کار را حل میکنم. سفسطه نخون طریق. اگر کار حل شدنی باشد هم تو روی حل نمی شود. هی اپا جان شما من را نشناخته اید. من جناب طریقم. این کار را حل میکنم. طریق ایست. طریق ایست گفتم. طریق آخرین کارهایی است که تو نمیفهمی. اپا با زور کار یافتم. با کسی نمیدیم. این کار را حل میکنم. اوف طریق من به تو چی هم میگفتم؟ جناب طریق بگو. آخر از من دوست داشتم را گرفتی ایاز، اما به تو وعده میدهم از تو جان و جگر خواهرت را میگیرم. نه تو دروغ میگویی. فرهاد این پولاد بود. پولاد او مرد. من با دستان خودم کشتم. فرهاد او بود. تو یگید هستی. اکا تو در حقیقت فرهاد هستی. یعنی شما با من بازی کردید یلدیز برای حمایه تو تیر خورد. یعنی اینقدر سالها تو به من دروغ گفتی. یعنی با من بازی کردید. نجوم از جای نجوم. کلیج با من برای چی؟ تو تا حال نمیمیری گفتی کو؟ انا برای همین، برای دیدنی اندام تو. اکی هستم. در درونش از فرهاد همه چیز در درونش است. جنایت‌هایش، اعتراف‌هایش، با آوازی خودش است. او را یکسان کن فرهاد، به زمین یکسان کن. بی‌شرفان، بی‌ناموس‌ها، مکار و فریبگران. وقتی حساب و کتاب آمد کلیش دهن. آماده ای؟ گل اینجا بیا. با تو وعده داده بودم که قصاص برادرت بلال را میگیرم. قصاصش را میگیرم گل.
تو خواهر الال هستی؟ بیایید همه‌تان به من یک تاگی تیر زنید. تو هم همه‌تان مرا بکشید. زودتر لعنتی ها. سراسیمه نشو کلیج. تو با آسانی نمیمیری لعنتی. برای هر انسانی کشته جواب میگویی. گل تو و ایاز اکای حسن رو به بیمارخانه برید. تو چی؟ من با این لعنتی حساب کتاب میکنم بعدا میایم. بیا چرا ایستاده ای؟ مرا پران آخه. حالا نه کلیج. راه گرد. تو را به طوری سزاوار میکشم. فرهاد طاقت کنید. شما صحت میشوید. طاقت کنید. نیتی من قهرمان شدن نبود. اگر اکاد بر این دل قهرمانانه می داشتم با کلیج مانع من با کلیج مانع می شدم. اکای حسن اپیگل او میمیرد. التماس اپا زودتر رانید. التماس زودتر رانید. اکای حسن تو برید. التماس تو برید. فرهاد من یک چیز را نفهمیدم. یلدیز را چی خیلی راضی کننده چگونه او را تهدید کردید که او باعث مرگ نزدیکترین آدمم فولاد شد. این کار را مانع تو کردی. او روی اصلی تو را دید. لعنتی او به خاطر تو تیر خورد. به خاطر حمایه تو مرا فهمیدی. اکنون به من بگو او را چقدر راضی کردید؟ با او چه گفتید؟ گفتم که من کاری نکردم. خیلی رحمدل است مثل مادرش. رحمدلی بزرگترین دشمن انسان است. تو نقطه ضعف او را یافتی. از رحمدلیش سوء استفاده کردی. همینطور نه؟ نه کلیج دهان. اگر در دلت ذره رحم باشد، اگر خود را به شیطان هم فروخته باشی، لازم آید از راحت برمیگردی. با یلدیز همین حادثه روی داد. اکنون دمت رو گیر و گاز رو زیر کن. زود. زود باشید با کمکی مشتابید. زود. بیایید. زودتر باشید. طاقت کنید. کمی دیگر طاقت کنید. بردارید. رفته. اکا طاقت کنید. اکا طاقت کنید. در همین جا ایست. ایست گفتم. فهمیدم. فرا از ماشین. همینجاست.
роҳ гард. یعنی که در میان جنگل است سینه امان تیر میخوریم ها فرهاد؟ این البته اسلوب خود من است. زود از من نسخه برداری کردی ولی اینقدر سالها ما با هم دیگر نان و نمک خور شده ایم. باید به قبر هم یک جای رویم. در این زمین ها مثل تو افلاس ها نه، بلکه شهیدان خوابند. اما نه در این کشور نه در عالم زمینی نیست که جسد تو را قبول کند کلیجدهان. موشها، لاشخوران هم به جسد تو نزدیک نمی شوند. تو تنها تومه شغال ها می شوی. چه خیلی که زیستی همون خیلی می میری. به هیچ کم بودی، به هیچ زیادتی. چه خیلی که سزاواری. گذر اینجا شین. گذر. به طاقت هستی ها؟ مادامه که اینقدر به طاقت هستی، اینقدر آدمان را کشتم، چرا مانع نشدی؟ چرا گمزل؟ اینقدر جان ستانیدم، امکانیتی زیاد داشته که قصاص پدرت را بگیری، چرا مانع نشدی؟ میتوانستی مرا باز داری، چرا باز نداشتی؟ این کار را میکنم، صبر کن، چون که در دستم این است. من همراه جسدی تو تشکیلات خونینت رو هم میگرانم. با حجت های در دست داشتم جیتم رو نصف میکنم. همچون قهرمان نمیمیری، تو صاحب قبر هم نمیشوی. چگونه حجت؟ چی سفسطه ها میگویی؟ این حجتی تمام قتل عام های کرده اتون است. تمام کشتارهایی که تو در خاطر داری یا نداری در اینجا هست. خوب، فرض کردیم که مرا کشتی، لیکن بعد من دیگری نمی آید. آنه که بعد من می آید عیناً مثل خودم خواهد بود. نمیفهمی؟ پوستت را می کند، تو را زنده نمی گذارد، و اشک چشمانت نگاه نمی کند، تو را حتما می کشد. پروای ندارم، من اینقدر سال زیستم، معنی حیات را فهمیدم. من برای این کشور، برای این خلق راضیم که یک بار نه صدها بار بمیرم. در کرس، در یک دهه، در بوی شوربایی که در آشخانه می جوشد، در نزد تفدانی، خانه در ایلزیق بوده، کودکان مردانوار ازمیر که بازی می کنند، در دیاربکیر آدمانی که در حلقه رقص هستند، پدران و عائله هایی که کشته نتوانستی، با دعای آنها بدنم را میشویند کلیجدهان. من برای همین با 1000 مراتب جان دادن راضی هستم. اما مرا رها کن بروم، مرا نکش. وقتی که کس به این محیط وارد می شود دیگران را مجبور می کند که کارهای نمیخواستنشان را بکنند. من هم علاج دیگر نداشتم. رها کن روم، این کشور را ترک میکنم، دیگر نامم را هم نمیشنوی. نمی شود. موش از دزدیش کژدم باشد از نیش زنی خودداری نخواهد کرد. تو چنان خطرناک هستی که برای کشتن فرصتی رو انتظار هستی. از کشتن ذوق میبری، ولی همه‌اش تمام شد. این دفعه تو مزه مرگ رو میچشی. میبینم که از این ذوق میبری. تمام. انتظار شو. نپران گوش کن. پول خواهی پول، منصب خواهی منصب، نیرو خواهی نیرو میدیم. همه‌اش را گیر، اما مرا نکش. گوش کن، کسی به تو ضرر رسانده نمیتواند، کسی به تو چیزی گفته نمیتواند. چه خیلی خواهی اسب میتوانی؟ راضی هستی؟ میترسی ها کلیجدهان؟ نترس، بلرز،
این نفس آخرانت می شود. مرا گوش کن. اینطور باشد پران. چرا انتظاری؟ پران بکش آخر. بکش. من قلیش دهنم. تو برین یک پلیدی ناکس مرا میکشته است. و افتی خونوکت نگاه میکنم. پران پران. بیمیر اکای حسن. جنابی دکتر، احوالش چی است؟ احوالش وزن، باید زود جراحی کنیم. حسن چی حال دارد؟ او زنده است. به حجره جراحی بردند. نجات می‌یابد. دکترها یگان چیز گفتند. نمیدانم جناب تحسین، من چیزی را نمیدانم. پسرم چی شد؟ در وقتش رفتن نتوانستی؟ اکام و اپیگل رفته رسیدند، اما قلیچ کایهو اکای حسن رو پرونده است. بعد چی ایاز؟ فرهاد کجاست؟ بعد اکام قلیچ رو پروند. اکام و اپیگل فوش شدند. چی؟ تو کیستی؟ کسی که باشه از اونجا برا. شما برای سایه میگویید اما خطا میکنید. من شخصی هستم که برای روشنی و آینده نیک مبارزه میبرم. این سایه است. برای چی به من مانع شدی؟ برای چی؟ کلیش دهن به ماشین سوار شده از اینجا رفت. نه 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 با این راه نمیدی همسایه. کلیچ 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 باز با میخوریم. زودتر. سویا چرا این کارو کردی؟ چرا؟ چه شد؟ چه شد لعنتی؟ گمان کردی که من را میکشی؟ به تو کشتن را من یاد دادم لعنتی من. الو اکا مرا میشنوی؟ اکا مرا میشنوی؟ من ایاز هستم. کدام اکا؟ کدام اکا ابله؟ دیگر اکا نیست، مرا خوب گوش کن. من بد نسبی هر کسی که گونیال باشد او را نیست میکنم. فهمیدی؟ برای کشتن شما آمده ایستادم، برای گرفتن جانتان. ناممکن است. اکای فرهاد. برای چی سویا؟ برای چی؟
آن آدم حیاتی مرا دزدید. حالا خونی شهیدان خشک نشده است. وطنم ملتم را غرق خون کرد. برای چی به من مانع شده؟ برای چی به زنده ماندنش راه دادی؟ تو کیستی سایه؟ طرفدار کی هستی؟ یا اینکه آن پس صفت ها تو را نیز خریده گرفتند؟ زود گپ زن. گپ زن. تو را از پشتت کار نزدم. بگو زود بگو. من این آدمان را با بالای سرم برداشته میکردم فرهاد. تو را بسیار خوب میفهمم. خواستی که قصدت را بگیری، لیکن اگر کلیش بمیرد نه آرکچی و نه اژدر را نیست کرده نمیتوانی. دردت را گور کن فرهاد، و دلت گور کن. در جنگی چنک کلی بمانند محمودی که خبری شهیدی 3 برادران را میگیرد و دلت گور کن. برای خاطر مادرانی که قبر فرزندان شهیدشان را نمیدانند گور کن. آتش درونت را خاموش کن. وقتش آید آن آتش را من برای تو میافروزم. صبر کن. چی شده است؟ تینجی است؟ به حکم زنگ زدم. تلفن رو قلیش برداشت. تو چی ها میگویی ایاز؟ فرهاد کجاست؟ قلیچ اکنون فرهاد نیست گفت. نوبتی ما بوده است. شاید حالا قلیچ شما را میجوید. همتان زود به خانه من روید جوانها. در آنجا کسی شما را یافته نمیتواند. فرهاد نه، من تو فرهاد رو پیدا نکنم به یگان جای نمیروم. فرهاد به خانه برمیگردد. ایاز رفتیم، باید زود رویم. رفتیم. ظفر، مرا با دقت گوش کن. ما فریب کدام خوردیم. ظفر، آدمان رو جمع کن. جناب، من خبری مهمتر دارم. من چی میگویم و تو چی میگویی؟ چی خیلی خبر؟ ما فریب خوردیم میگویم، تو درباره کدام خبر میگویی؟ آدمان رو جمع کن. از پسمان خنجر زدند. ما را مثل کودک بازی داراندند. مرا گوش کنید قماندان، بسیار مهم است. چی گپ است ظفر؟ بگو زودتر. فکر کردم که دانستن میخواهید. یلدیز کمی پیش مرد. سکته دل شد. دلش باز ایستاد. دکترها 20 دقیقه کوشش کردند، اما بیفایده بود. قماندان، مرا میشنوید؟ ناراض. بیرون برو. اما جناب. بیرون برو. اما تو با من وعده ده. دخترم را خوب نگاه میکنی. ببین، او دختری تو از کلیچ. او دختری توست. دختری تو. خوب دفنه، وعده میدیم. دخترم. یلدیز،
برایت نگاه کردن نمیتوانم. نگاه کردن نمیتوانم. مرا ببخش. با قول دادم وفا نکردم. تو را صاحبی کردن نتوانستم دخترم. با وعده‌ای به مادرت دادم وفا کردن نتوانستم. یلدیز دخترم. نه فرهاد با گناه تو دختری من مرد. تو برای آن لعنت جانت را فدا کرده. برای آن سخت شده مرده. من باشم او را میکشم. یلدیز دخترم، مرا خوب گوش کن. تا آن لعنتی را یافته نکشم تو را به خاک نمی سپارم دخترم. دنیا را می سوزانم و او را پیدا می کنم. وعده می دهم. وعده. جناب خیلی افسوس میخورم. گفتم را کردی ظفر. حکم پران را برآوردی؟ بله جناب برآوردم. خب خانه ایاز را معین کن. آدمان را جمع کنید به راه میبرم. قماندان همه چیز تیار است. همه آماده است. اما باز چه خیل اما ظفر؟ جناب یگیت ما بارها مرا نجات داده است. با شکنجه زیادی چکلک نظر نکرده شما را نفروخت. گل را گفتنی باشد. تو خودت میدانی که چی ها میگویی ظفر؟ آنها دختری مرا کشتند. جگری مرا از من را بودند. دخترم را کشتند. تو میدانی که چی ها میگویی ظفر؟ تا من هم جان آنها را نستانم آرام نمیشوم ظفر. وقتی که من آرام نیستم تو هم آرام نیستی ظفر. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. عجایب. چشمانت را کشا. خوب به اطراف نگاه کن. برای پراندن امر دادند. امر پراندن را کی داده است؟ دادستان داده است. نیاکه از بالاتر امر شده است. آخر بفهم غیر رسمی است. غیر رسمی؟ برای سرش مکافات میدهند. کسی که یکم بکشد 1 ستاره علاوه خواهد شد. گفت راه بر سلجوق. نام آنها چی بود است؟ یکی یگیت خان، دیگری گل کرکمز است. گناهشان چی باشد؟ خیانت به وطن گفتند. تنها همین را میدانم. برادر ساعت چند است؟ با تو میگویم ساعت چند است پرسیدم. این آدم شوپناک است. نمیشنوی؟ ایستو میگویم. نمی ایستد. ایستو. گوش کن. ایستو گفتم وگرنه میپرانم. خفا گرد. با تو گرد گفتم. این همان است.
چی گپ است؟ محترم جناب وقت دارید؟ وقت دارم. این خیلی باشد زود سری مسئله بیاییم. ای جناب شما کی میشوید که به کارهای بزرگ دست میزنید؟ تو خودت کیستی؟ من مدیر اداروی شرکت بزرگ حلق انشاءات. این کارت شناسایی هم است. اینجا برای پرسیدن و تو نظارت کردن و با چه سبب قطع شدن رخصتی ساختمان آمدم. یعنی حلق انشاءات ها؟ بله. فهمو این مشکلی حل شد. مرا گوش کنید مدیر. تا اون رخصتی حل نشود یگان کار کردن نمی شود. گپ رو بسیار نکن، حل شد گفتم. مرا گوش کنید جناب، به اون رخصتی من به یگان جا نمی روم. اگر رخصت نامه‌ام را ندهی با سرت بلای بزرگ می خری. ما رخصت نامت رو بگیر برادر، از بالای سرم دور شو. اجازت نامه رو من همین طور می گیرم. جناب چای دارید؟ جانان اکم به اینجا آمد. نه برای چی؟ انیق به خانه رفته است. جانان زود آماده شو میرویم. خوب لیکن چی گپ است؟ یگان کس به من میفهماند یا نه؟ کارها بدن جانان. اکای حسن را پراندن، اکام و اپی گلفاش شدن. رفتیم. زودتر. خلاص رخصتنامه انشاءات. اپا با شرافت من شما گرسنه نمیمانید. این کارها من حل میکنم. گفتم کو با نزد مدیر رفتم. مدیر گفتم. با نزد تو جناب طریق آمده است. از خلق انشاءات گفتم. طریق به این هم احوال بعد از سر ما را گرای نکن. رفتیم جانان. طریق نه جناب طریق گو. با شرافت من از گرسنگی نجات یافتید. ایاز رزیل، ایاز خاین. پرانمش امر چنین است. تو پران. نه تو. برادران گوش کنید، خطای بزرگ میکنید. من اون شخصی که به شما گفتم نیستم. خب کن، کسی از تو نپرسیده است. من هم مثل شما فرزند این وطنم. خب کن. به سرت تیر خولی میکنم ها؟ دستت رو بسته به مرکز ببریم. چی کاری که خواهم در آنجا میکنند. به خفا گرد، زود به خفا گرد. سلاحات را پرتا وگرنه رفیقت را میکشم. با طرف دیوار گذشته ایست. گذر. خائنی وطن است. با تو گفتم که فرانمون خلاص شویم. مرا پیش از خائنی وطن گفتن یک مرتبه فکر کنید. من شما بر این یکی تویی که برای وطن جانشون را فدا میکنند دستگیری کردم. کسی به شما امر داده است، حالا کوشش میکند که جانش را نجات دهد. امروز هستند، پگاه باشا نیستند. اما این خلق مظلوم دائما هست، همیشه در براتون است. این را فراموش نکنید، هیچگاه پس نبینید. دل شکسته نکنید، نیست نگویید. آنها را به خود دشمن نشمارید. برای این وطن عرقهای جبینی ریخته قبر هزارها شهید را نرم میکند. خدا حافظ. جناب، خانه ایاز را یافتیم. آمدن ماشین آخرین را انتظار هستیم. همین که بیاید فوراً به راه میبراییم. بسیار خوب. ظفر، هم گل و هم فرهاد را میخواهم. فهمیدی؟ زنده یا مرده فرق ندارد. تنها آنها را بیاری بس است، با حجت هایی که در دست دارند و آن دستگاه ثبتی که مرا به حبس میکشد. همه آنها را باید بیاری ظفر. مرا فهمیدی؟ سوار شوید. 10 سال می شود که یگید همراه ماست. اینقدر سال حقیقتش رو چکل پنهان کرد. ذره نمیفهمم. شاید در پسش کسی باشد. در پس و پیش، چپ و راست فرق ندارد. همه‌شان را پیدا کرده میکشیم. من بعد همین خیل. به خون به جان و سلام. زود باشید میرویم. خدایا التماس با فرهاد یگان کار نشود. التماس. خدایا نه اکم نمرده است.
او نجات یافته است. یگان راهش را یافته است. همین خیلی نیست اپای گل؟ ها؟ یگان راهش را یافته است. همین خیلی نه؟ جناب دکتر کشاد و رفشان گپ زنید. اول چگونه است؟ جراحی با موفقیت گذشت، لیکن از حد بسیار خون رفته است. وجودش به نهایت بی‌قوت شده است. این شب باید دم گیرد. خدا شفا دهد جناب تعظیم. سلامت باشید. خدا از شما راضی باشد. این بدن چند تیر خورد اکه حسن. تو این را نیز پشت سر میکنی. تو با قوت هستی. با قوت. تا بیار اکه حسن. تا بیار که بیناموس ها چه خیل به زمین یکسان میشوند همراه تماشا کنیم. تا بیار که درد مرگ درویش کمی در دلم پس شود. تا بیار که امیدی در دل داشتم از نو پیدا شود. تو هم مرا ترک نکنه که. جناب صادق، رهبر سرداره شرکت یشل سال. تشکر زیاد. خدا از شما راضی باشد. بخشش، چه خیلی که میدونید از سبب کاری شده مجبور شدیم که برآمد را قطع کنیم. مهم نیست، بخیر باشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. شمایان را تبریک میکنم. سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر زیاد. مبارک شود. تشکر زیاد. بخیر شود. سلامت باشید. مبارک شود. سلامت باشید. آخر گریه نکن. همه چیز خوب می شود. ببین قریب که پولی لازمه را جمع کردید. میدونم. من از خرسندی گریه میکنم. خدا از همه اشان راضی باشد. بیاز همراهی من بیا اینجا میشینی. گوش کن. امشب با پدرم صحبت میکنم. آید تو گپ میزنم. چقدر تو رو دوست داشتنم رو میگویم. بسیار انتظار شدن یگان معنی ندارد. بیاز تو خوب هستی؟ خوب ولی من کسی ندارم که نقل کنم. اکه هایم نیستن. هیچ گپ نه بیاز. آخرین مانی هم نیست. نمی شود سواش. من به اونها هیچ گوتوی کرده نمیتوانم. این یگانه آرزوی من است. میان بندم رو میبندن. از پیشانیم بوسه میکنن. باید دوی خیرشان رو بگیرم. این خیل نکن بیاز. سالها آن رو جستجو میکنی. میلش جستجو میکنیم، اما اول ما اویله دار شویم، بعد همراه جستجو میکنیم. ها؟ نه سواش نمی شود. قراری من قطعی است. به اشتراک آنها هیچ گفتگویی نمیکنم. دختری بی عقل، چرا کار را دشوار میکنی؟ خانه ایاز در این محله بود از قماندان. کمی پس در آنجا میشویم. از این محله لعنتی نجات نیافتیم. وقتش که فرا رسید تمام این محله را آتش میزنم. این چی گپ؟ نخواد در روی محله اینقدر زود رانی. سواش اپای سیلین احتیاط شوید. آهسته اینجا محله است. شما خود را کی گمان میکنید؟ اهمیت نده بیاز. نمیبینی راهزنهای شهر هستند. اکا خوب هستی؟ خدا را شکر. خوبم. با درون دروید. خوب هستی؟ اکا چی گپ است؟ با ما میفهمونی یا نه؟ ایاز مرا باید دقت گوش کن. باید زود حرکت کنیم. پلیس، ژاندارما همه ما رو تعقیب میکنن. این جای رو کلیش در یک لحظه پیدا میکنن. خب اما با کجا میرویم؟ یگان راهش رو پیدا میکنیم. گل
همه جا را محاصره کنید ظفر. هر چیزی حرکت کننده را بینید پرانید. آن اکنون تو را به نزد نزدیکانت میفرستانم فرهاد. دیر شد. ما رو پیدا کردم. با من بیایید. زودتر زود. رفتیم جون. ایاز، گل، من آنها را مشغول میکنم. شما از قفا برآمده به نزد ماشین روید. زودتر. اکا سفسطه نگو. ایاز گفتم را کن. من آنها را مشغول میکنم. از دورتر مرا نیز میگیرید. روید. زودتر رفتیم. در آنجا تیرباران کنید. زودتر. شما در همین جا مرا انتظار شوید. من ماشین رو گرفته میایم. احتیاط شد. جانون داو جانون نپی گل زود باشید. ماشین قماندان میگریزند. شاهین رضا به این طرف زود دوید. آنها را باز داره. نگذارید که گریزند. فرهاد اکا خوب هستی؟ خوبم. با شما یکون چیز نشد؟ نه اکا خوبیم. رفتند گریختند. ناعهده براها. آنها از شما پیش دستی کردند. جانان خوب هستی؟ خوبم. همه‌اش گذشت جانان. با کجا می رویم؟ تنها به یک جا رفته می توانیم. ایاز کمی پس به طرف چپ گرد. خوب شده است. بلا زنه با اینجا آمده باز چرخ را هم کفانده. خیر باز از دستمان گریخته. دستانمان در بینی تماشا کرده میشینیم ها؟ ناعهده براها. چه کار کردید؟ خانه را کافته؟ تا حال میجویند جناب. حجت ها چی؟ شما باید تا خانه را ببینید. مگر این رو به تو نگفت؟
یعنی با فرهاد فاتحه شده بوده است و او تمام عمر کوششی به من دام گذاشتن کرده است. جناب حجت‌ها در اینجا نیستند. این را دار. حمزه پلید. حمزه! لعنتی! من جان همه اینها را می‌ستانم. فرزندانت را هم به نزدت می‌فرستانم حمزه. هرگاهی به مشکلی دچار شوید درگاه من کشوده است گفته بودید. با درگاهتان آمدیم. اجازت میدید؟ البته درآیید. به درون گذارید. گذشت دخترم، گذشت. اینجا برای شما بی خطر است. خانه و آفیس تحسین کلاغلو در نظارت است. ماشینش را پیدا کردیم. چیزهای به دست آمده معلوم است. همه را خبردار کن. رخصت ها قطع شد. تکرار میکنم رخصت ها قطع شد. حالا هم خبری نیست؟ جستجو میکنیم جناب. تکرارا به محله میاد گفته نوبتدار گذاشتیم. همه جا را کابید. خائنها را حتما پیدا کرده به نزد من بیارید. ظفر، این لعنتی شاید حجتها را به جای لازمه برده نیست. مرا فاش کرده نیست. گوش کن، اگر لازم آید به تمام رسانه های خبری مانع شوید. نمیدانم، با تمام مدیران امنیت واخورید. فهمیدی؟ البته محابات و واهمه ها خیلی زیاد میشوند. پیشگیری کنید. در همه مقامات آدم گذارید. اگر آدمان همون کافی نباشند از پلیس کمک طلبید. قماندان، آرقچی اگر خبردار شود چی؟ من الکی دهانی آرقچی را محکم کردم. او مدتی خاموش خواهد ایستاد. از این طرفش خواطر نشو. ولی ما باید خائنان را حتما دستگیر کنیم. من این را میخواهم آنها را به نزد من آرید. ظفر، قصاص گرفتن میخواهم. ظفر، قصاص گرفتن میخواهم. ظفر، قصاص. جانم، کمی دم گیر. تشکر، من خوبم. اینجا بی خطر است، اما بیرون به مانند دوزخ است. حالا کلیچه ما را با پا خیزانده است. اگر نفس کشید خبردار می شود. چیکار کردن را فکر میکنید؟ فرهاد، چی نقشه داریم؟ تمام شد گل. همه‌اش به آخر رسید. از این جایها می رویم. و کجا؟ با کرز. با زادگاه همون می رویم. در آن جای حیات نو را به خود برپا می کنیم. خانه نو، شناسنامه نو، حیات بی خطر را می سازیم. اکا این درست است؟ درست است. در آنجا تا آخر عمر در امن می مانیم. من همراه گل پیشتر می روم. برای نگاه داشتن بی خطری. برای زیستن جای می یابیم. بعد شما را نیز می بریم. آخر اکا ایاز، شاید در آنجا بیاز رو نیز پیدا می کنیم. یا پس از آرامی ها تکرارن او را می جوییم. می شود دادرم. می توانم با شما صحبت کنم؟ مایلش.
аязу ҷононро ба шумо амонат гузошта метавонам? албатта ба монанди фарзанди худам нигоҳбин мекунам. мо чӣ Фарҳод? дар ҳақиқат ба қарз меравем. нақшаат ҳамин аст. хостам ки ҳамин хел донад гул. аяз аз ман хавотир нашавад. то дафтари киличро маҳкам накунам, барои ман ҳама ҷой мазор мешавад. аз онҳо барвақттар ҳаракат карда бояд сабти овозро ба ҷои лозима дастрас намоем. бисёр хатарнок аст. аз шумо низ ҳаминро интизор ҳастанд. шояд ҳоло ҳама ҷойро таҳти назорат гирифта бошам. бояд илоҷе бошад. бояд илоҷе бошад. аллакай тир аз камон баромадааст. агар ба ҳадаф нарасад, баргашта ба мо мерасад. аслан як роҳ доред. ҷамил гунест. вай кист? дар соли ҷорӣ 4 тендерро барои фасод доштанаш ба таҳдидҳо назар накарда қатъ кард. ҳатто бар зидди киҳо баромад намедонед. медонам. оиди гузаштаи киличдаҳан як муддат пештар кофтуковро сар карда буд, аммо баъдан ин корро суди ҳарбӣ ба ӯҳда гирифта буд. бисёр хуб. пас дигар чиро интизорем? ҷаноб, барои хабари муҳим ба шумо занг заданд. کی بودست؟ фарҳод гунёл гуфтани шахс аст ҷаноб. оиди киличдаҳан хабаре гуфтани будааст. زود پیوست کن. алло, ҷаноби прокурор. گوش میکنم. дар дастам сабти овози киличдаҳан аст. овозе ки то имрӯз тамоми ҷиноятҳояшро бо овози худ эътироф кардааст. کلیجدهان گفتی؟ باوری داری؟ باوری دارم. گوش کنید. پس به چشمانم خوب نگاه کن، چون که آدمانی را که پیش از تو کشتم به چشمانم نگاه کرده جان دادند و میدانی در چشمانم چی را دیدند؟ جهنم را. انا ҳаминҳо نه تنها ثبتی آواز است. تا امروز چی جنایت کرده باشد حجتی کرده های شیتم همش رو در دست دارم. آنها رو نیز میدهم. به یاریتان نیاز دارم. این گفته های جدی است. تو آن شخصی که جستجو میکند برای همین تو رو جستجو میکند همین خیلی نیست؟ کی بودن من مهم نیست. حالا طریق تلفن صحبت کردنمون هم خطرناک است. میتوانم به شما باور کنم. من برای با این لعنتی ها مبارزه بردن حیاتم را خرج کردم، اما ذریعه‌شان را شکاف کرده به درون درآمده نتوانستم. و این راه بودن شخصی دیگر بسیار خوب است. به من باور کن. آنها را بیار. انتظار می شوم. در اطراف گشتنمون خطرناک است. در طرف کیچیاران انبارهای ترک کرده شده است. پس از 1 ساعت در آنجا وا می‌خوریم. خودتان را احتیاط کنید جناب پرکورور. تیار هستی گل؟ من بعد چیزی مخفی نیست. رو برو مبارزه میبریم. آمادم فرهاد. برای اکم پدرم آمادم که همه کارو کنم. یگان چیز نمیشود، باوری دارید؟ از وقتی که خودمون را میشناسیم تنها همین کار را کردیم. با مانند میجه زدن آسان میشود. تو خاطر نشو. آید پول گپ زن. پرداش چخیل میشود. بگیر. این نصفش است. باقی مانده‌اش را پس از ادای کار میدهم. آماده‌ای؟ سر کنید. آماده‌ام. چیز؟ حالا ایست. آهسته خیرس. بس است. همش همین؟ رفیقم ناوگرم شد. بینی امروز شکستید. باز چی کار میکنید؟ ما برای پول آدم رو نیز میکشیم. تو ما را کی فکر کردی؟ پول را بگیر. دم شوید. یگان خواهش داشته باشی ما در نزدیکی هستیم. باز انتظار میشویم. شما چگونه کارمندان امنیت هستید؟ یک ابله را پیدا کرده نتوانستید. شما در کجا تحصیل کرده اید؟ در کجا تجربه آموخته اید؟
شما در صحرا خوانده اید یا در بیابان؟ در کجا تحصیل کرده اید؟ ابلهان ناهودبرا. ای ابله، این چیست؟ تلفن ها؟ باید تنها از این استفاده نبری، باید کلت را استفاده بری. نابکاران. جناب، چی خبر؟ مهمان داریم. کی؟ وای دادستانی کل تشریف آورده. تنها گوش کن، اگر از بالای من پرونده کشادنی باشی من فرصت و وقت ندارم. با کاتبات برو، آنها به تو کمک خواهند کرد. وای دعوا نمای شاد بود. تو را از درد بزرگ خلاص کردم. تو خواستی من کردم. ها، یعنی برای خوبی ها جواب گرداندن میخواهی؟ گوش کن دادستان، من وقت ندارم، فرصت ندارم. من آمدم تا که به تو بزرگترین نیکی بکنم و تو فرهاد رو میسپارم. تو چی گفتی؟ فرهاد گونیال بود، ها؟ او را میخواهی؟ دادستان، آن دست پوشک‌ها را برای نکردن کارهای افلاسی ژیتین پوشیدم. به خاطر دوستان نزدیکانم را با دستی تازه با آغوش گرفتن میخواستم، اما من بعد به آنها احتیاج ندارم. اینها دستان منند. بیا تا که تو را با آغوش گیرم. اکا 10 روزه؟ ها؟ تنها 10 روز؟ 10 روز ایاز، 10 روز. بعد شما را به نزدم میارم. نمیدانم اکا، گویا که بیاز در همین جاست. حس میکنم، گمان میکنم که او را ترک کرده میرویم. ناامید نشو شیر بچه. خواهرمون را پیدا میکنیم، بیاز را پیدا میکنیم، بعد همه یک جای به زادگاه همون میرویم اکا. شاید حالا هوای آنجا گرم شده است، صحراهای آنجا گرم بود. با بیاز کوه و پسی نگفته با پایلوش میدویدیم. این هم میشود دادر. با تو وعده میدهم، وعده. وقتی من همایم برایت غاز میپزم. این از کجا برآمد؟ بله، عیناً مثل مادرم میپزم، در شیر میجوشانم. اوه، این کاری دور و دراز است. تو این رو در حیاتت کرده نمیتوانی. تو چون این گمان میکنی وقتی پزم بیچش انگشتانت رو هم میخوری. ایاز، بگیر، این در دستی تو ایستد. برای چی اکا؟ در دستی تو ایستد؟ ما هم بیاییم در دیواری خانه همون میآویزیم. من آن رو نمیگیرم. بگیر، گفتم در دستت ایستد. به این هم من به زادگاه همون میروم آخر. آنجا همه بوی آنها را دارد. بگیر. در دستی تو ایستد. به این نگاه کرده آنها را به یاد میاری. ایاز، لبیک. خود را احتیاط کن دادر جان. تو هم اکا. تو هم.
شما امانتند. در دیوار خانه سوراخی‌های تیر بوده است. خانه را آتش زدم. یگان حادثه روی داده است؟ خیریت خانه خالی بوده است. کاری که بودنش حالا معلوم نیست، گفته است پلیس. کسی که کرده باشد خدا جزایش را دهد. سواش؟ سواش با تو چی شد؟ سواش با تو چی شد سواش؟ بسیار عاجل است، باید صحبت کنیم. بیاز این رو با تو کی کرد؟ چی شد سواش؟ باید صحبت کنیم. ظفر، آدمان همه به جای خود. خوب پنهان شوید، به چشم ننمایید. هوشیار باشید کسی چیزی را حس نکند. میدانه فرهاد را من تربیت کردم، خیلی زیرک است. اطاعت جناب. بله دادستان. من چرا در اینجایم؟ من به این کارها آمیخته شدن نمیخواهم. من نمیخواهم که فرهاد چیزی را پی برد. برای همین میخواهم که تو در اینجا باشی. نمیشود. نه نمیشود. من حیاتم را به خطر نمیگذارم. دادستان، اگر نخواهی که حیاتت را زیر خطر گذاری، در همین جا می ایستی. چرا میخندی؟ تو یک به خود نگاه کن. از وقتی که براه بر آمدیم دهانت پر از خنده شده است. نمیدونم، خیلی راحت هستم. خود را سبک حس میکنم. من بدجتم نیست، دروغ نیست. بله گل، اکنون تنها ما هستیم. ما یعنی کی؟ یعنی ایاز، من باز نمیدانم چی خیلی میشده باشد جانان. البته تو هم هستی. بی تو یگان چیز نمیشود گل. گذر شما به کفا، شما به آن طرف. کفایه، ما در اینجا میستیم. گوش کن، من آدمی چون این کارها نیستم. آخر نمیخواهم. سرد مرا، من ربم. گوش کن، من فرزند دارم، 2 دختر دارم. سرده تا که من ربم. خودتان هر چی کاری خواهید کردن گیرید. اگر دخترت بیمیرد تو چی کار میکنی دادستان؟ دختری دیگرت را با آغوش میگیری، همین خیل نه؟ فرض کردیم که دیومی هم بود. زنت را با آغوش میگیری. اگر زنت را با دستان خودت کشته باشی چی؟ آنگاه یگانه تکیهگاه کین و نفرت خواهد بود. دادستان، کین انسان را بزرگ می سازد، در پا استوار نگاه می دارد، مغلوب ناپذیر می گرداند و چون وقتش فرا رسد باید کین را بغی کنی، وگرنه خودت را بغی می کند. ای بسیار بد شده است. ایست یک دقیقه. ای اوف، عذر میخواهم. اوف سواش، ما باید به پلیس رفته شکایت کنیم. سواش، تا حال به من نگفتی که این کارو کدام خواهیم به تو کرد؟ پدرم کرد. پدرت کرد؟ فهمو برای چی؟ من گناهگارم؟ به نظرش رفته با تو اویله‌دار شدن دوست داشتنم را گفتم. نتیجه اش همین است. من هم گپم را گفتم. اگر بیاز نباشد من هم نمیشوم گفتم. او باشد مرا به این احوال گرفتار کرد.
این چه خیلی انسانی به وجدان است. نه نگفتو تو رو زدن؟ نگفتن در لغت او یافته نمی شود، اما من بعد طبق گفته های سواش می شود. اویله دار شویم بیاز. هر چی زودتر اویله دار شویم. یک بار باشد هم میخواهم که حقیقت را پیدا کنم. یک بار باشد هم میخواهم که با مانند انسان زندگی کنم. او سواش، اما او پدری توست. من نمیخوام که اویلاد را از دست دهی. من بعد اویله من تو هستی بیاز. به خاطر پدری که سالها پدری نکرده است نمیخواهم که تو را از دست دهم. میدانم تو هم نمیخواهی که تو اکهایت را پیدا نکنی با من اویله دار شوی. حق هستی، اما من هم یگان کس رو ندارم. ما هم راه آنها رو یافته میتوانیم. اگر ما یک جای شویم آسانتر میشود. باور کن. حق هستی بیاز. من بعد نه کاری خوب دارم نه اویله دارم که مرا سراغ کند. حتی پدرم مرا از خانه بیرون کرده است. آخر تو برای چی مرا قبول میکنی؟ سواش ایست. من در چه حالتی که نباشی راضی هستم تو رو قبول کنم. چه خیلی یعنی؟ اویله دار میشویم. حتی وقت رو از دست نداده خودی حاضر نکاح میکنیم. ها بیاز. میخواهم که به من وعده دهی هیچگاه به مانند کلیج دهن نمیشوی. ها؟ مرا در نصف راه تنها نمیگذاری. ها سواش؟ هیچگاه بیاز. زفر پروکرور سخت ترسید. با فکرم نمیتواند. اگر فرهاد فهمد او را نیز فاش میکند. پروانه دارم بمیره. این لعنتی ها کجا شدند؟ گل دستگاه آواز ثبت کنی را برار. باری آخر آواز این لعنتی را گوش کنیم. بگیر. من بعد در محبس یگان کسیت دیگر را پرو میکند. رو با یک گم میزنند. گذشتند. به طرف قفس میروند. تکرار میکنم به طرف قفس میروند. دستور من تغییر نمییابد. ماند به ملال آمدن گیره. شاید همینش بهتر باشد. نمیدانم. حیاتی نو، مکانی نو است. آخر نو به کار شروع کرده بودیم. همه چیز رو گذاشته میرویم. بگذار. کار آسان است. تجارت میکنیم. مثلا اصل خریده میفروشیم یا کار دیگر میکنیم. البته میکنید. اول با اونجا جایگیر شوید. تو باشی محاسب میشوی. من؟ بله. من هم میآیم. بله. برای چی؟ آخر همین خیل. آخر چه خیل همین خیل است؟ همچون کی میروم؟ جانان خودت بفهم. آخر مجبور میکنی که بگویم. ها؟ صحبت کرده بودیم کو. از همان جایی که ایستادیم باز آغاز میکنیم. هیچ گپ نیست. باری دیگر بگو. مثلا چی گفته بودی؟ وای، اول گفته بودم که تو رو سخت دوست میدارم. بعد انگشتری مادرم رو دراز کرده بودم. خیر؟ بعد با من اویله دار میشوی گفته بودم. تو باشی با من جوابی خوبی داده بودی. آخر در یادت نیست چی گفته بودی؟ بله گفته بودم. 100 مرتبه 1000 مرتبه بله گفته بودم. دخترم، فرزندم، خرسند باش. به من باشی هم خوشبخت باش. گوش کن. جای بهترینش اینجاست. پس به چشمانم خوب نگاه کن. چون که آدمانی را که پیش از تو کشتم به چشمانم نگاه کرده جان دادند. و میدانی در چشمانم چی را دیدند؟ جهنم را. من به تو دوزخ رو نشان میدهم کلیش دهن. نشان میدهم. به سوی جهنم بیایید. کمی پس اینجا آتش خواهد گرفت. بیایید زود.
جای انیق را گفتی؟ در کجا باید می ایستاد؟ نه، باید در همین جایها باشد. پرنده در قفس است. تکرار میکنم، پرنده پره در قفس است. در آنجاست. برای چی نمی‌آید؟ تا از ماشین نفرایند آتش نکشایید. او را دقیق نظارت کنید. کامان فرهاد، کامان. محترم پروکورور بیایید. این مرد بسیار ناراحت می‌نماید. در این کار چی گپی است گل؟ چی گپ است؟ نمیدونم، اما در اطراف ماشینشان نیست. تا اینجا پیاده آمدنش ناممکن است. تو در ماشین بشین گل. هوشیار باش. انتظار شوید گفتم. گل هم باید از ماشین فراید، خاطرشان جمع باشد. به امر من کسی آتش نکشاید، فهما؟ اگه حسن شکر میکنم. من در جنت هستم. شکر میکنیم خدا تو را به ما برگرداند. نخیزه که خود را خسته نکن. دیشب خوابی خوب را دیدم. بخیر باشد حسن جان. در خوابم مرا یک شهید دعوت میکرد. بمان آن جای را، به این مکان بیا. این جایها زیباست. این جایها سنگین است. گفت رفته نتوانستم. حالا کارهایی را دارم که باید انجام دهم. گفتم و در روی آن شهید صورتی فرهاد را دیدم. صورتی فرهاد را. اما که صراف تحسین فرهاد خوب است. اینها چیزی را حس کردن مگر؟ جناب پروکورور،
نقشه عوض شد. آتش گشاید. آتش گشاید. تو چی کار کردی؟ گل! با دقت باش! پرانت! پرانت آخر! نمانید که او گریزد. نابکارند! گل احتیاط شو! ظفر تو اینجا ایستا. من از خفا میروم. سلاحت را پرتا. پرتا. آهسته برا. گل! گل! سلاحت را پرتا. دستانت را بالا برداشته بیرون برا. نکن فرهاد. از اینجا گریز. نمیتوانم گل. نمیتوانم. چه شد؟ دستاشت را پرتافته میگریزی؟ بزدل؟ فرهاد رو. التماس فکری مرا نکن. رو. تو میتوانی با ثبتی در دست داشتت کلیش را نابود کنی. تو یک ترسوی ناهوده برایی. باز مرا کشتن میخواستی. من کلیش دهنم. کلیش دهن. مرا کسی کشتن نمیتواند. با حجت و دستگاهی ثبت به اینجا بیا. من در عوض گل را به تو میسپارم. فکر نکن فرهاد. کشتنی باشد بگذار کشد. ما برای شهید شدن به این راه برآمدیم. با این موادهای در دست داشتن میلیون ها را نجات میدیم. تنها فکر جانی مرا نکن. رو. التماس رو. گپم را گوش کن فرهاد. وطن زنده باشد فرهاد. رو. برا آخر ترسانچک. نمیتوانم. تو رو پرداختن نمیتوانم. فرهاد رو. رو گفتم. من جان این را میگیرم. مگر تو میگریزی؟ ترسانچک بیرون برا. اینجا بیا. وطن زنده باشد فرهاد. وطن زنده باشد. گریز فرهاد گریز. حجت ها را اینجا بیار وگرنه این دختر را میپرانم. گرختن نمیتوانی. گرختن نمیتوانی. مرده به نزدی من میآیی. گل در دستی من است.
فرهاد